ما یک دشمنی از اول انقلاب تا امروز در مقابل خودمون مشاهده کردیم. از ساعات اول انقلاب این دشمن ظهور پیدا کرد، حضور پیدا کرد و شروع کرد به مخالفت کردن به این دشمن. دولت ایالات متحده آمریکا بود. آمریکایی‌ها تا امروز که ما داریم اینجا صحبت میکنیم انواع و اقسام دشمنی‌ها و ترفندها و حیله‌های گوناگون رو برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی پیش بردن. انواع و اقسام، یعنی واقعا هیچ نوع معارضه‌ای رو شما سراغ ندارید که اینا نسبت به جمهوری اسلامی انجام نداده باشن. صدام رو به جنگ با ایران و حمله با ایران تحریک کردن، اعمال نفوذ در سازمان ملل علیه ما کردن، تبلیغات شبانه روزی کردن، از هنر استفاده کردن، از هالیوود استفاده کردن برای ساختن فیلم علیه ما، حرکت نظامی کردن، هواپیمای ما رو ساقط کردن، به برخی از مراکز ما در خلیج فارس حمله نظامی، همه جور کاری رو علیه جمهوری اسلامی انجام دادن. همه این کارها هم هدفش براندازی بود. حالا امروز این کلمه در تعبیرات مسئولین آمریکایی تکرار میشه، این چیز جدیدی نیست. از روز اول هدفشون همین بود. حتی همون رئیس جمهوری که تکرار میکرد و اصرار میکرد که ما هدفمون براندازی نیست، او هم هدفش براندازی بود که کاملا واضح شد این معنا. نوروز مبارک. سبزی پلو with fish. همه اینها شکست خورده. در همه این قضایا هم مهم اینه، جالب اینجاست که این همه علیه جمهوری اسلامی ضربه و حمله و نقشه و توطئه و اینا همه شکست خورده. شما امروز ملاحظه کنید، جمهوری اسلامی رو مشاهده کنید، بعد از گذشت این 39 سال، حدود 40 سال، با قدرت، با استقامت، با توانایی‌های گوناگون داره حرکت میکنه، داره پیش میره. یعنی تمام آنچه که اونها انجام دادن، همه اینها شکست خورده.